یک جایی گفتم که نگاه کن، تو برای اینکه روند یادگیریت بخواد پیشرفت بکنه باید اشتباه بکنی. خب و این چیزی که تو الان هستی همینی، و چیزی که داری تولید میکنی، ویدیویی که داری تولید میکنی، ویدیویی که داری، یعنی حرفی که داری میزنی توی کلاس، نمیدونم نقاشی که داری میکشی، توی هر چیزی، تو هر چیزی که یک پروسه است شما باید یاد بگیرین، تو تمام این پروسه ها اگر اون کار به هویت شما گره خورده باشه، شما خیلی سخته براتون انجام دادنش. اگر بیام اینو قطعش کنیم، بگیم آقا چیزی که من دارم میسازم، اینجوری من برای خودم بازش کردم، گفتم این چیزی که من، این ویدیویی که من ساختم، این نتیجه تلاش من در گذشته است، من دیگه نیستم. یعنی من نقاشی که میکشم، من ویدیویی که درست میکنم، همین ویدیویی که من الان دارم درست میکنم باهاتون صحبت میکنم، این لحظه الان منه که زمانی که شما دارید این ویدیو رو میبینید، من یه کار دیگه دارم میکنم، من دارم یه چیز دیگه یاد میگیرم، یه چیز دیگه دارم در واقع یا گوش میکنم، یا حتی یک ویدیو دیگه دارم میسازم، یا شاید سر کلاس باشم. من نیستم دیگه، گذشته منه و من عبور میکنم ازش. و این عبور کردنه و این که عبور میکنید شما از چیزهایی که تولید میکنید، چون با پروداکشن، حتی صحبت کردن با پروداکشن، یعنی من چیز رو تولید میکنم، من فکرهای خودم رو از طریق این میکروفون و این دوربین دارم به شما انتقال میدم. و اگه مدام بخوام فکر بکنم که وای من این چیزی گفتم وای چرا این شکلی بود، وای چرا اون شکلی بود، من اقدامی انجام نمیدم. و من اگر اقدامی انجام ندم پیشرفتی نمیکنم.